اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شاگردان مکتب نبوت بودند، در همه موارد انسان های کامل بودند. شجاع‌ترین صحابه چی کسی هست؟ مشهور از شجاعت علی رضی الله عنه مشهورتر است در شجاعتش، نه؟ خب علی رضی الله عنه شجاع‌ترین صحابه هست. در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که در میدان جنگ فشار دشمن سر ما بسیار زیاد می آمد، ما پیامبر پناه می آوردیم. این گپ شجاع‌ترین صحابه هست. میگه در میدان جنگ وقتی که فشار سر ما بیشتر زیاد می آمد دیگه ما پیامبر پناه می آوردیم. نمونه های عملی از این داریم. بعد از فتح مکه در غزوه حنین مسلمان ها 12,000 نیرو بودن. هیچ وقت اینقدر مسلمان در یک جبهه جنگ نشده بود. یکی دشان غرور گرفت وقتی در میدان جهاد میرن مشرکین سر مسلمان ها کمین زدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میره، دو علما توضیح میتن، میگن داخلش یک وادی بود، بالای سرش تو بلندی ها بود. دشمن ها از بالا سر مسلمان ها فایر میکردن، یعنی هیچ امکان زدن از اونها نبود. در بین 12,000 نفر تقریبا همه فرار میکنن. شما حالا خوب تصور بکنین، رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئول جنگ است، قماندان عمومی جنگ است، در وسط دشمن قرار داره، همه میگرفتن. پیامبر چی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا به تنهایی خودش استاد میشه و با آواز بلند صدا میکنه ما محمد فرزند عبدالمطلبم، به طرف ما بیایید. در بین دشمن خود را آشکارا میکنه و مردم را به طرف خودش دعوت میکنه. این انسان‌های بزدل ترسو نمیتونن این کار را بکنن. اوج شجاعت پیامبر امیست در وسط دشمن، در اوج جنگ که مسلمان ها فرار کردن، در اونجا احساس میشه میگه ما فرزند عبدالمطلبم. عبدالمطلب به خاطر نامش میگیره که بابا کلانش از مشهورتر بوده بین مردم، نه نسبت به پدرش. میگه ما فرزند عبدالمطلبم، به طرف ما بیایید. استادگی پیامبر باعث میشه که حداقل 8 الی 9 نفر مسلمان ها کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول جمع شدن و بعد از دیگرها بیاین. این شجاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مورد دیگهش وقتی مسلمان ها تازه در مدینه آمده بودن، هر لحظه مسلمان ها مورد تهاجم دشمن، احتمال حمله ناگهانی دشمن، هر لحظه، یعنی که یک کمک طرق میشد مردم مدینه جمع میشدن که چی گپ شد. بارها همین رقم شده بود. یک بار در حوالی مدینه سر و صدای بسیار زیاد بلند میشه، همه مردم جمع میشن، کسی جرئت نمیکنه بره اونجا خبر بگیره چی گپ است. کلگی جمع میشن، مثلا 100 نفر 200 نفر مردم جمع شده، میخواین تصمیم بگیرن که یک گروه ما شما جمع شیم، مثل که ما شما حالا یک کار میکنیم، باز بگیم یک گروه باشه که تو یک نفر ما جرأت یک کار نداره، یک گروه جمع شیم که بریم خبر بگیریم چی گپ است، نشه که دشمن آمده باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز مردم جمع شدن که میخواین تصمیم بگیرن که چی کار باید بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقیما شمشیر خود گرفته، بالای یک اسبی که بالای از زین هم نیست رفته در اونجا، از اون منطقه خبر گرفته، میآیه بر مردم میگه برین خیر هیچ گپی هم موجود نداره. یعنی یک کار که یک گروهی از مردم نمیتونستن به صورت دوستجمی انجام بدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصا اقدام به یک کار میکنه. اوج شجاعت میست. پیامبر شدن کار آسانی نیست. خب اگر یک نفر در کمال شجاعت نباشه نمیتونه در مقابل کل مردم استاد شود. ما شما گاهی وقتا کمک فشار دمی دعوتای نیم کله ما ببینیم که یک نفر بزدل میشه، یک نفر دیگه ما ترسو میشه، یک نفر دیگه ما در دل خود هزار گپ دیگه میاره. پیامبران الهی چه رقم مردم تنهاییشان در مقابل همه جامعه قرار میگیرن. اینطور انسان هایی بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اوج این نکته قرار داشت.